سلام، خوش اومدید به پارت دوم از ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی. خب توی این پارت میخوایم بریم با هم دیگه که اعداد زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. و یک نکته‌ای که از قسمت قبلی هم یادم مونده بود بهتون بگم، توی حروف الفبا ما 5 تا حروف داریم که این حروف بهشون میگن حروف صدادا و این حروفی هستند که یک سری قابلیت ها دارن برای شناسایی یک سری کلمات که حالا اینا رو در ادامه بهتون میگم، چون خیلی طولانیه و تعداد کلماتش زیاده و شما باید اونا حفظ کنید. حالا در ادامه میگم بهتون آموزش میدم. فعلا تا همین حد بدونید که حروف صدادا میشن این حروف A که حروف صدادا اینا هن A E I U و O. این حروف صدادا دارن که حالا بعدا بهتون توضیح میدم. فعلا در همین حد این 5 تا حروف رو بدونید و یادشون بگیرید و فراموش نکنید. خب سراغ آموزش اعداد انگلیسی. ما 2 نوع اعداد داریم. یک نوع اعدادش که همون اعداد معمولیه که هممون باش سر و کله میزنیم و اعداد دیگهش اعداد که هستش که توی مسابقات و زمانی که میخوام مثلا جایزه رو به یک نفر اینا بدن این نوع اعداد رو استفاده میکنن که اعداد که نوع نوشتن و گفتنش یکم با اون اعداد دیگه فرق داره ولی در کل مثل همه. اول بریم 1 تا 9 بهتون میگم، بعد بقیهشو، چون اینا میخوام بهتون یه جوری آموزش بدم که همین الان یاد بگیرید. خیلی راحته، فقط باید یه چند تا نکته داره که اینا بدونید راحته. حالا بهتون میگم اعداد 1 تا 9 اینا رو باید حفظ کنی و یاد بگی، هیچ نکته خاصی نداره ولی بقیهشون داد. اعدادش 1 که میشه 1، 2 میشه 2، 3 میشه 3، 4 میشه 4، 5 میشه 50 میشه 5، 6 میشه 6، 7 میشه 7، 8 میشه 8 و 9 میشه 9. خب این تا اینجا. بعدش 10، بعدش 10 میشه 10 و بعد 11 میشه 11 و 12 میشه 20. نه 11 12 که 12 میشه 12. خب تا اینجا رو باید یاد بگیرید و تمرین کنید که یادتون نره، ولی بقیهشون نکات داره. بقیهشون از 13 به بعد همون کلمات قبلی هم، فقط توی نوشتنشون بعضیشون یک کوچولو تفاوت داره ولی توی تلفظش همونه، فقط آخرشون الان یه دونه تین اضافه میشه و این تینو باید حواستون باشه این تینو بکشید و از سریع تمومش نکنید، چون اگه بگید تی یک معنی دیگه میده یا اصلا طرف متوجه نمیشه. برای مثال 13 میشه توتین، تینا توتین، اینو باید بکشید. 14 میشه 14، 15 میشه 15، 16 میشه 16، 17 میشه 17، 18 میشه 18 و 19 میشه 19 و بعدش اعداد دو رقمی، اعداد
بعدش بقیه اعداد که 20 30 40 50 60 و الی آخر. اینا آخرشون یه تی میاد. مثلا میگیم 20 یعنی 20، یا مثلا 30 30، یا مثلا 60 60. بقیه اینا اینجوریه تا آخر، تا 100 یک نوع دیگه بهشون میگن که 100 رو توی جمله بلند یا میگن A یا میگن 100 که مطمئن خیلی شنیدید. 100 میشه 100. و برای مثلا میخوایم بگین 101 یا مثلا 110 که خیلی یادتون بمونه. مثلا 101 رو میگین ا، یا اینکه میتونی بگین 101. بعد 100 همیشه یه اند میادش، اینو بدونید. 130 110 و همینجوری تا آخر. و بعدش میرسیم به 1000. برای 1000 هم میگیم 1000 به همین راحتی. مثلا میخوایم بگیم 1050، میگیم که 1000. مثلا میگیم 1050 1050. ولی اگه خواستیم بگین مثلا 1250 فرق داره. اندشو قبل بعد 1000 نمیارید، بعد همون 100 میارید. مثلا میگید 1200. حالا میگین این اند مثلا 1250. یا مثلا میخوایم بگین 1780. حالا میگین 1000. چند گفتم؟ 1700. ها 1000 700 and. اینجا اند رو میگین اند. مثلا گفتیم 1700 و حالا بگیم 81، میگیم and 81. 81 به همین راحتی. اینا رو بخواین یاد بگیرید همشون الگو دارن. الگوهاشون رو یاد بگیرید خیلی راحت میشه. اعداد 1 تا 10 رو که گفتم باید همونجوری یاد بگیرید. بعد 10 11 و 12 جدایه. بعد از 13 تا 19 که همشون همون قبلی هن یه تین اضافه میشه. و از عدد 20 تا الی آخر 90 یه تی اضافه میشه. و بقیهشون هم که همینجوری پشت سر هم میذارید کنار هم و عدد رو میگید. و بعدی میلیون. مثلا که 1,000,000 میشه A، یا اینکه میتونیم به جای A بگین 1,000,000 که ایشالا همتون درآمدتون میلیونی، اونم $1,000,000 بشه. که به عنوان مثال مثلا میگیم 2,000,000 2,000,000. مثلا 2,000,000 مثلا 2,050,000 2,050,000. همینجوری مثال. و مثل اون قبلی ها همینجوری کنار هم میذارید و میشه یه عدد. اعداد بود که اعداد معمولیه. بعد میرسیم اعداد بعدی که یک نوع دیگه از اعداده که عدد اول دوم و سومشون فرق داره که میشه اولی، مثلا راننده اولی، دومی
و سومی. اینا فرق دارن ولی بقیهشون همینان، آخرشون فقط یه تی و اچ میاد و همینجوری تا آخر. مثلا چهارمی، پنجمی، شصتمی یه تی و اچ اضافه میکنیم. اولیش میشه مثلا راننده اولی میشه first، دومی میشه second و سومی میشه third و بقیهشون یه تی اچ اضافه میشه. مثلا sixth یه تی اچ بهشون اضافه میشه. این دو نوع از اعدادی که گفتم بهتون بگم. خب حالا که اعداد رو یاد گرفتین میتونین سن طرف و اینا رو بپرسید که ویدئوی بعدی بعدن کامل میخوام بهتون اینا رو بگم. الان بریم با هم دیگه ساعت ها رو یاد بگیریم. خیلی خلاصه بهتون ساعت ها رو یاد میدم و این ویدیو تا همینجا کافیه. ویدئوی بعدی یکم طولانی تره، اونو بعدا فرق. خب ساعت، وقتی که میخوان از کسی ساعت رو بپرسین خیلی راحت میگین what's the time، یا اینکه یک نوع دیگه هم که میتونین بپرسین what time is it، که what's the time خیلی کوتاه‌تر و همینجوری تو خیابون خواستین میتونین بپرسین. what's time is it یکم رسمی تر. مثلا تو خیابون خواستین از یک نفر سوال بپرسین ساعت چنده، میگین excuse me what time is it، که یکم رسمیه چون غریبه دیگه. ولی از کسی صمیمی خواستین بپرسین میگین what time is it. از مثلا آدم صمیمی خواستین بپرسین میگین what's the time. خیلی خلاصه what's the time. خب ساعت رو از وسط نصف کنید و اینجوری که بهتون میگم یاد بگیرید. نصف این سمتش میشه بهش میگن پست، نصف این سمتش هم میگن تو. حالا اینا بهتون میگم چرا. برای 12 مثلا میخوایم بگین ساعت الان 1 دقیق 1، میگین it's 1 o'clock. این میشه الان ساعت 1 دقیق 1. یا مثلا الان اعداد رو بهتون گفتم دیگه، خیلی راحت میتونید ساعت هم بگید. برای جواب دادن ساعت مثلا پرسید طرف what's the time، میگین it's یه it's بعد ساعت رو بهش میگی. مثلا میگی it's 60 مثلا نه 6 و 30 دقیقه. مثلا میخوایم بگین مثلا 6 و 30 دقیقه، میگین it's 16 6 و 30 دقیقه. که حالا 6 و 3 دقیقه و اینجوری نمیگن، یه جوری دیگه بهتون میگن. خب یک تمامو گفتم. برای زمانی که میخوایم بگین ساعت 6 و نیمه هم میتونید بگین 6 و نیم به انگلیسی یعنی 6:30، یا میتونید بگین it's 6:30. اینجوری هم میتونید بگین. هر دوتاشون معنی 6 و نیم میده. بعد این پس و تو که بهتون گفتم برای اینه. مثلا اگه خواستیم بگین ساعت 1:15 میگین میگین it's 1:15 میشه 1:15 به اون سمت
بعد اگه خواستیم بگین 1:45 میگین 1:45 میگین نه کوارتر. بعد برای زمانی که میخوایم بگیم مثلا ساعت 1:15 این پس و تو برای اینجای این مواقع ساعت رو شما میتونین به صورت مثلا 6:30 اینا رو به صورت عدد بگید، یا این که میتونین مثل ما ایرانیا خارجی ها مثل ما دارن مثلا بگین ساعت 1:15 1:30 5 دقیقه مونده به 1. اینا هم ایرانیا خارجی ها دارن مثل ما ایرانیا. مثلا میخوایم بگین 1:15 میگین it's quarter past. این پس به طرف میگه که ساعت به این سمت و 1:15. مثلا میگین it's quarter past 1 1:15. یا مثلا میخوام بگین ساعت 1:45 میگین it's quarter to 1 1:45. که بالا بود اوکلاهت 12 پایین نیم یا حرف پس نیم. ربع هم که خواستیم به طرف بگین میگین it's quarter past 1. 45 دقیقه هم خواستیم بگین میگین it's quarter to 1. بعد برای زمانی هم که این یک نکته رو بدونید، زمانی که داشتین یه مقاله چیزی میخونی و اومد A نقطه P یا P نقطه M این یه معنی داره. A نقطه M میشه بعد از ظهر و P نقطه M میشه صبح. این هم در همین حد بدونید. و بقیهشون هم که بعد زمان مکالمه، حالا زمان مکالمه خیلی بیشتر اینا رو بهتون میگم که با مثال خیلی بیشتری بهتون اینا رو میگم. خب اینم از این ویدیو. امیدوارم که یاد گرفته باشین همه چیزو، اعداد رو تمرین کنین، مخصوصا نوشتنشون، چون نوشتنشون خیلی با هم دیگه فرق داره. شاید حفظ کردنشون راحته ولی نوشتنشون یکم سخته. اینو تمرین بکنید. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایکش کنید و هر نظری هر پیشنهادی هم داشتید توی کامنت ها بگید. تا یه پارت دیگه از این ویدیوها، فعلا بای بای.